آقا اگه شما دکتری بیار یه مدرک نشون بده به ما. کدوم دکتر؟ کی تو؟ افتادی ته خونه یه خوابه گرفتی تو آلانیا با یه ماشین اجاره‌ای میری تو سیتت باشگاهتو میری میای تو خونه فاز آرنولد گرفتی چوسو؟ تو گوز کدوم کونی؟ گوه میخوری میای الان عد خوبا رو در میاری جمهوری اسلامی بیا کمک بیا. چی میگی پژمان؟ چی میگی واقعا؟ دنبال چی میگردی پشمک؟ این آقا رو من یه جا بهش گفتم برو به فکر شعر سنگ قبرت باش. تو رو چه به دختر و دوست دختر بازی. البته اینایی که داره میگه واقعا خیلی چیزا خبریه یه ایلات پرو رو باید آفتاب بکنه تو گردم. نگاه رو انداختید بیرون من اومدم جاش چون همتون تک تکتون رو پاره کردم. چی شد؟ اومده بابا من دختر نیستم تبلیغات نمیذارید بکنم پول در بیارم. تو چه ببین تو این وضعیت چرا آقای پژمانی صحبت میکنی؟ چرا زن ستیزی میکنی؟ چرا انقدر راجع به خانم بد صحبت میکنی؟ به جای که بیاد اینو بگه تناس میاد من مگه دختر نیستم؟ چرا تو هم دختری تناس اما از نوع بدش. اون طرز فکر کثیف قدیمه. خب هزاران دختر بهشون تجاوز شده، هزاران دختر آسیب دیدن. کثافت آشغال بیشور نفهم. تو چقدر بیشور و نفهمی انتر که میای اینجوری حرف میزنی تجاوز رو داری اینقدر عادی سازی میکنی. رفیقت کیه؟ شاهین خیانت بیسازی میکنه. شما چه حرومیایی هستی؟